میزان اندیشه، تحلیل و بررسی موضوعهای روز از دیدگاه کارشناسان ساحه. میزان اندیشه، برنامه تحلیلی در رادیوی فرهنگ با زیورشاهی اکتمشاه. سلام شنوندگان عزیز، برنامه میزان اندیشه است از موج رادیوی فرهنگ پیشنهاد شما. در برنامه نوبتی وابسته به آموزش زبانهای خارجی از زینه تحصیلات تا مکتبی صحبت میکنیم. ما را همراه باشید. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری که 28 دکبر سال 2024 ارائه گردید تاکید کرده شد که در تاجیکستان آموزش زبان‌های خارجی از زینه تحصیلات تا مکتبی آغاز کرده شود. زیرا به تأکید سروری دولت در شرایط رشد باثبات همکاری بین المللی و وسعت یافتن همکاری تاجیکستان با جامعه جهانی، طلبات به متخصصانی که سطح کسبیت بلند داشته زبانهای خارجی مخصوصاً روسی و انگلیسی را خوب می‌دانند روز به روز می‌افزاید. شنوندگان عزیز، وابسته به موضوع مذکور صحبت خاصه داشتیم با معاون سردار ریاست تأمینات متدی سرریاست معارف شهر دوشنبه اصل‌الدین یاروف که فشرده آن را به سمع شما می‌رسانیم. قبلا شما را خوش آمدید میگویم. برای وقت خود را جدا نموده به درگاه رادیوی فرهنگ آمدنتان اظهار سپاس. یک جان تشکر با شما و با شنوندگان رادیوی فرهنگ. سلامت باشید. سوال نخستین همین است که در پرتو دستور و سفارش‌های پیشوای ملت در پیام با مجلس عالی مملکت وابسته به ساحه معارف و آموزش زبان‌های خارجی اندیشه‌های خود را برای شنوندگان رادیوی فرهنگ بیان می‌نمودید. البته چنانه که به همگان معلوم است، همه ساله پیام پیشوای معظم ملت اساسگذار ضلع وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به سمت‌های سیاست داخلی و خارجی کشور ارائه می‌گردد و سال جاری نیز پیام نوبتی یک دستاوردی عالی که در پیام نوبتی ما احساس کردیم، این بار نخست در بنای نو پارلمان کشور که مورد استفاده قرار گرفته بود پیام نوبتی در آنجا برگزار کردید و این هم به فکر من که یک فعل نیک است و خیلی که من گفتم که اساساً سمت‌های سیاست داخلی و خارجی کشور در آن بررسی می‌گردند و از جانب پیشوای معظم ملت اوید با تمام سمت‌های قشرهای جامعه، تمام سمت‌های اساسی افضلیت‌ناک کشور، یعنی مورد محاکمه بررسی و در اساس آن دستور سفارش‌ها و هدایت‌های پیشوای معظم ملت به اهالی کشور یعنی بیان گردید. تشکر زیاد. خب امروز وابسته به آموزش زبان‌های خارجی بسیار تاکید کردن. ضرورت آموزش زبان‌های خارجی به نورسان و جوانان چه اهمیت دارد؟ اساساً اگر با محتوای پیام که تمام اهالی کشور آن را طریق تمام شبکه‌های یعنی واسطه‌های اخباری آمد تماشا کردند و اگر نظر افکنیم و به خاطر بیاریم نسبت به همه ساحه‌های کشور دقت اساسی رو پیشوای معظم ملت به ساحه معارف روانه کردند و معارف رو همچون ساحه افضلیت‌ناک و در سیاست دولتی خود همچون یک ساحه اساسی یعنی کلیدی کشور حسابیدند و این نه تنها در پیام‌های نوبتی، در همه برآمدهای پیشوای معظم ملت این نقطه بیان کرده میشه و مورد تاکیدها قرار میگیرد و در پیام نوبتی واقعا درست قید نمودید در برابر همه پهلوهای ساحه معارف رو تاکید و بررسی نمودن، بیشتر توجه نورسان و جوانان را با زبان آموزی یعنی تاکید کردن، دستور هدایت ها دادن، دستور سفارش ها دادن و چنانه که قید کرده شد در پیام نوبتی گفتن که یعنی به دانستن زبان های افضلیت‌ناک خارجی پیش از همه این زبان های روسی و که همچنین زبان معاشرت بین ملت ها در ما اعتراف شده است و همزمان زبانی که در اکثریت کشورهای دنیا یعنی در مقیاس جهان معمول ترین زبان به حساب می رود، این زبان انگلیسی است و تاکید کرده شد که به دانستن همین زبان ها یعنی
جوانان امروزه با مشکلات ها روبرو میشن، چون که ما در روند جهانی شوی قرار داریم و امروز اکثریت کشورهای دنیا اگر بر ساحه معارف نظر افکنیم جهت قدم گذاشتن به استانداردهای جهانی تحصیلات، ما به ندانستن این زبان ها ما نمیتوانیم که به هدف های جهانی نزدیک شویم. و خود فکر کنید که وقتی که پیشوای معظم ملت هنگام در ارائه پیام قید نمودن، اون کس تاکید کردن که حتی یک دولت رو مثال آوردن که وقتی که ذخیره تنها گفتن این دولت حتی از جهت جغرافی از جمهوری ما خردتر است، از جمهوری ما نسبتا یعنی از جهت جغرافی حدودش محدود است، و لیکن با یعنی با دیگر کشورها فروختن ایده خود یعنی برآوردن ایده خود و روند علم و ذخیره های ذهنی خودش این کشور یکی از کشورهای مترقی جهان به حساب می رود و واقعا هم رو آوردن به مکتب معارف و این هدف اساسی پیشوای معظم ملت است. خود تصور کنید که وقتی که یکی از بلند برداشتن سطح اجتماعی اگر نظر افکنیم هنگام بر زیان نمودن مزد معاش، نگاه کنید که در ساحه معارف رو در علاهیدگی درج کرده گذاشتن، یعنی ساحه معارف یعنی با مربیان و کارمندان مؤسسه تحصیلات تا مکتب و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نگاه کنید که 30% مزد معاش آنها زیاد گردید و دیگر قشرهای جامعه، دیگر کارمندان ساحه و دیگر قشرهای جامعه 20% یعنی زیاد کرده میشود از ماه سپتامبر. و یک چیز رو باید همینجا قید نمود که هنوز از دوره‌های قبلی اگر به خاطر بیاریم پیشوای معظم ملت در همه برآمدهاشون نسبت آموزش این زبان ها تاکیدها کرده بودند و طی 2 سال این جانب با اقدامات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان واژه لغتنامه سرمعمول ترین استفاده شونده با زبان های روسی و انگلیسی روی چوب آمده بود و این را طبق دستور وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بر همه مؤسسات تعلیمی پایتخت یعنی دسترس کرده شد. شاید که با دیگر مؤسسات تمام حدود کشور این چیز دسترس شده است و من فکر میکنم که در همین جاده وقتی که ما یعنی با آموزش این زبان ها نظر میافکنیم حتی تاکید گردید که در برابر دانستن زبان های خارجی یعنی از مد نظر دور نماندن زبان تاجیکی خود ما. تصور کنید که اقدام های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت هنگام اعلان داشتن آزمون های سطح جمهوری این هم باشد یکی از آزمون هایی که به واسطه به زبان آموزی یا به سمت جمعیت گومانیتری وابستگی دارد، این هم آزمون فروغ سپیدانه کتاب است. و هنگام ملاقاتی پیشوای معظم ملت در روز دانش با اهل معارف کشور در آنجا تاکید کردید که مبلغ‌های همین آزمون‌ها 100% زیاد کرده شود و خوشخبری که امروز با ما رسیده است این هم باشه از دومی اول امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید و هر دو آزمون یعنی با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نظامنامه آنها تصدیق کرده و مورد پیشنهاد قرار گرفته است. و در همین جا البته نگاه کنید که مبلغ‌های هستند اینها که مبلغ شاهجوزی رو تصور کنید که تا 140,000 سوم برابر و مبلغ‌های جوهای یکم دوم سوم از 30 تا 60-70,000 سوم رسید و همین سیاست معارف پروردانه پیشوای معظم ملت برای نسل آینده یعنی نسل خوانندگان نورسان امروزه که آینده ساز این کشور و این ملتند، یعنی برای همین ها نگرانیده شده است که همین دستگیری ها جواباً به این غمخواری ها باید که چی خوانندگان مؤسسات تعلیمی چی اهل معارف همه کوشش بخرید که دستور هدایت های پیشوای معظم ملت عملی کرده شد. سلامت باشه. طور آگاهی داریم در نظامنامه این آزمون نام برده شده نیست تغییرات وارد شد، نگفته نماند، یعنی فراگیری اشتراکچیان بیشتر گردید، شهروندان جمهوری تاجیکستان که بیرون از مرز هستند برای همه تاجیکان جهان این چیز اعلام کرده شد. سلامت باشید استاد. سوال نخستین ما وابسته به موضوع همین است که برای آموختن زبان خارجی سرریاست معارف شهر دوشنبه چی تدبیرها را اندیشیده است و تا به امروز به چی دستاوردها نائل گردیده است؟ البته ما اگر که تحلیل کنیم قریب 30-40 مؤسسه تعلیمی ما در شهر دوشنبه داریم که دو زبانه هستند یا که پورا با زبان‌های روسی یعنی تحصیل علم میکنن و تدبیرهایی که از جانب سرریاست معارف شهر دوشنبه خیلی که من گفتم همه واژه‌نامه لغتی زبان‌های روسی و انگلیسی دسترس همه مؤسسات تعلیمی گردانده شد و همزمان طبق دستور پیشوای معظم ملت که
دانستن این دو زبان برای هر یک کارمند، هر یک متخصص و هر یک خواننده هست، من دانشجو هست، حتمی است. با نظر داشت همین چیز از جانب سرریاست معارف شهر دوشنبه در نزد خود سرریاست برای کارمندان کورس آموزشی زبان‌های روسی و انگلیسی راه اندازی گردید که این زمان عمل کرده ایستاده است و من فکر میکنم که علاقه کارمندان با عادی‌ترین سوالنامه‌هایی که هستند به آنها جواب داده میتوانند و همزمان در تمام مؤسسات تعلیمی دستور داده شده است که یعنی آموزش این زبان‌ها را یعنی به طور واضح و به طور وسیع براه مانند و همین را همزمان قید می‌نماییم که در شعبه‌های معارف و مؤسسات تعلیمی که من نامبر کردم که علاقه این مؤسسات تعلیمی یعنی با آموزش زبان‌های روسی و روسی و انگلیسی یعنی عمل میکنند، خود تصور کنید که امروز توجه جوانان ما به همین چیز بیشتر گردیده است و وقتی که هنگام به استفاده دادن گیمنازیای رقمی 4 گفتیم که شاید ممکن همین اگر ما استاتوس گیمنازیا با اوتیم یا خواننده فرا گرفته میتوان یا نه، لیکن تصور کنید که وقتی که گیمنازیا تأسیس داده شد علاقه طلبات با اون چنان زیاد گردید که این گواه آن میشود که علاقه خود پدر و مادر، خود والدین کوشش میکنند که فرزند خود را به یکی از مؤسسه یعنی جلب نماید که یعنی آینده یک کادر یا متخصص خوب شود و چقدر که پیشوای معظم ملت گفتن علاقه خود تصور کنید که چندین هزار دانشجویان ما در خارج کشور تحصیل میکنند، اینا هم باشد کادرهای بالایاقتی میشوند که اومدن برای کشور و برای ملت ما خدمت میکنند. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب سوال دیگر همین است، ما امروز در سمت آموزش و تعلیم زبانهای خارجی چی کمبودی و نارسایی ها داریم؟ البته نمیتوانیم این چیز رو با کمبودی و نارسایی ربط کنیم، ما میتوانیم تنها مشکلات ها گوییم. این چیز رو مشکلات هایی هستن که البته در روند تمام کار و فعالیت مشکلات ها البته موجود است، جای دارد و البته مشکلات ها به نظر می رسد اوید به نرسیدن متخصصان. یکی از سبب های اساسی که همین چیز مثل به کمبودی یا با دچار می شود این نرسیدن متخصص و همزمان نرسیدن کتاب های درسی و دستورالعمل های تعلیمی و علاقه در این سمت چه از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تهران چه از جانب سرریاست معارف شهر دوشنبه تدبیرها اندیشیده شده است و حتی چقدر که ما گفتیم لیسه گیمنازیوهای ما داریم که امکانات جای نشست داره برای کشیدن صنف‌های علاوه‌ای برای جلب نمودن خوانندگان، لیکن یکی از مشکلاتایی که در اینجا جای دارد این نرسیدن متخصص است که آموزگاران صاحب تجربه. اگر ما نظر افکنیم به مؤسسات تعلیمی خصوصی که اکثریت آنها با این دو زبان ها اساسا عمل میکنند، یعنی خصوصی ها هستند و نزد تشکیلات اداره ها هستند که اساسا با زبان های روسی و انگلیسی توجه دارند، خودی همین یعنی جلب نمودن متخصصان به این مؤسسه ها علاوه مؤسسه های بودجتی دولتی بهترین متخصصان به این مؤسسه جلب شده ایستادند و حتی در خود مؤسسه های دولتی نیز نارسایی آموزگاران زبان های روسی و انگلیسی یعنی به نظر میرسه و همزمان نارسایی به کتاب های درسی خیلی گفتیم. کتاب های درسی هنوزم در مرحله رشد قرار دارند که علاوه باید کتاب های درسی که شاید که بعضی مؤسسه هایی که یعنی همکاری دارن با مؤسسه های فدراسیون روسیه و دیگر کشورها همکاری دارند علاوه دسترس میکنند ادبیات ها یا کتاب های درسی رو، لیکن باید کتاب درسی که ما در منتالیته ملت خودمون یعنی مورد آموزش قرار میدیم باید تصور کنید که تاریخ مثل عمومی من تاریخ همون ملت من با زبان روسی از دیگر کشور به ما وارد گردد علاوه با منتالیته یا جغرافیایی و با ملت موافقت نمیکنه. تنها شاید که تا اندازه به فنهای دقیق این چیز باشه. همین چیزو در این سمت علاقه از جانب وزارت معارف و علم جمهوری ترکستان نیز کار کرد شده است و مرکز تعلیم متدی جمهوری نزد وزارت معارف و علم جمهوری ترکستان که به واسطه مسئول این یعنی تهیه نشر دستورهای متدی ریاست تاب نشر وزارت معارف و علم جمهوری ترکستان علاقه در این سمت کارها رفته شده است و من فکر میکنم که هر یک هدایت و دستورهای پیشوای معظم ملت در سمت کدام ساحه نباشه یک تکون جدی میتین و البته ما امید داریم و جوابا به همین غمخوری‌های پیشوای معظم ملت اهل معارف پایتخت و اهل در عموم اگر گوییم اهل معارف کشور کوشش میکند که روند تعلیم تربیت باز هم بلند شود و در این سم آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی که اکثریت جهانی دارند یعنی در مد نظر اول قرار داده شد. سلامت باشید. طور ما میدونیم تا سالهای اخیر یک گروه آموزگاران زبان روسی از فدراسیون روسیه میآیند.
فعالیت اونها امروز چگونه به راه مانده شده؟ البته وقتی که علاقه ما خود تصور کنید که با اشتراک پیشوای معظم ملت و همزمان طریق آنلاین با پرزیدنت فدراسیون روسیه علاقه در جمهوری تاجیکستان 5 مؤسسه تعلیمی از جانب فدراسیون روسیه شده شد که یکی از این مؤسسه تعلیمی به نام گاگارین است که در ما یعنی در شهر دوشنبه فعالیت میکنه و در خوجند هست، همینگونه در بختر و دیگر منطقه‌های کشور، یعنی 5 مؤسسه تعلیمی که پورا با زبان روسی و یعنی تامیناتش هم آموزگاران و از فدراسیون روسیه تامین کرده میشوند. و در برابر همین شرطنامه‌ای که روزهای نزدیک اگر تاریخ رسانه‌ها دیدگی باشه پیشوای معظم ملت با پرزیدنت فدراسیون روسیه هنگام صحبت گذراندن بی‌واسطه به ساحه معارف در همونجا هم این نکته رو یادداشت شدن که یعنی کمک بی‌واسطه فدراسیون روسیه جهت آموزش زبان‌های روسی و دستگیری یعنی کشور فدراسیون روسیه اوید به ساحه معارف اوید به آموزش همین زبان‌های روسی و تامین نمودن با متخصصان، همزمان که قریب همه ساله 70 آموزگار قریب از فدراسیون روسیه با ما یعنی فرستاده میشه و در مؤسسه تعلیمی ما طریق شرطنامه‌ای کار و فعالیت میکنن و البته متخصص شاید که متخصص‌های بهترین هم در ما باشن در انسان، لیکن چخیلی که من در آغاز سخنم گفتم نارسایی کادری در همه حالت وجود دارد و همین متخصصی که با از دیگر جا با همون زبان بی‌واسطه فعالیت دارن کار میکنن و برای البته این افضلیت نقطه است. طوری ما میدونیم بی‌واسطه در شهر دوشنبه و در دیگر شهر و نواحی‌های مملکت ما امروزها کورس‌های گروه‌های آموزشی زبان‌ها عمل میکنند. همکاری شما آگاهی پیدا نمودن از فعالیت آنها یگان رابطه ها هست؟ البته ما و چه منفعت دارد تا کدام سطح زبان می‌آموزند به نورسان و جوانان ما؟ پیش از همه یک چیز رو باید خاطررسان سازم که در برابر فعالیت پرثمر یعنی مؤسسه‌های تعلیمی همزمان مرکزهای تحصیلاتی علاوه‌ای در ما عمل می‌کند. این هم باشد مرکز کودکان و نورسان و مرکز رشد استعدادهای شهر دوشنبه و این مرکزها در نزد سراستی معارف شهر دوشنبه فعالیت می‌کنند که بی‌واسطه با تمام سمت‌ها نگرانده شدن، یعنی گروه‌های محفل‌هایی که تشکیل کرده میشه و محفل‌های فنی که در این مرکزها تشکیل کرده میشه بی‌واسطه یعنی چی به فن‌های دقیق دقت اساسی روانه کرده میشه و اساساً به فن‌های دقیق و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی و چقدر گفتید البته اون مرکزهای آموزشی که در تمام گوشه بی‌واسطه اگر در تمام کشور ما صرف نظر کنیم تنها شهر دوشنبه بگیریم این اقدام در شهر دوشنبه بیشتر به نظر میرسد و علاقه خود تصور کنید که مرکزهای آموزشی البته به اجازتنامه فعالیت نمیکنند، البته آنها اجازتنامه فعالیت دارد و البته هر یک چیز مثلا به همون سمت خودش که نگرانده شد در یکی از نشست‌هایی که شنیدم و سخن میرفت گو که همین یکی از تشبس‌هایی که گو در ژاپن میشود در صنف‌های 10 آنها 11 12 میخوانند و همین چیز مثلا همین گو که مثلا یک سیم یگان چیزی و میماند در همین دقت اساسی به هوای روانه کرده میشود و علاقه همون در دایره همون چیزی که فکر کرده میشد در دوام همین 2 سال گو یک چیز اختراع میکند که با اختراعات نوآوری و وابستگی داره و خود وقتی که همین مرکزهای آموزش هم تنها به یک سمت نگرانده شد روانه شد علاقه و هدفمند و علاقه موفق می شود. بله سلامت باشید. سوال آخرین امروز با کدام راه و واسطه ها ما می توانیم نسل جوان را با آموختن زبان های خارجی شوقمند نماییم؟ پیش از همه من فکر میکنم که یکی از واسطه های اساسی که میتواند دقت نورسان و جوانان رو به آموزش زبان‌های خارجی جلب نماید این پیش از همه یعنی هوسمندی آنها یعنی بیشتر به تکنولوژی معاصر است، تکنولوژی اینوواسیونی هست که آنها میتوانند نگاه کنید که با استفاده از تکنولوژی علاقه در مؤسسه‌های ما قریب همه مؤسسه‌های تعلیمی با تخته‌های الکترونی مجهزند یعنی آنها استفاده کرده میتوانند. تصور کنید که یک درسی که آموزگار میگذارد توسط تکنولوژی معاصر و چگونه شفق‌آور میگذارد، چگونه دقت کودک را به خود جلب
میکنن. و من فکر میکنم در آموزش زبانهای روسی و انگلیسی هم وقتی که ما از دستاوردهای دیگر کشورها، از دستاوردهای موفق شده دیگر شهروندانی که به واسطه آموزش، حتی اگر ما عادی‌ترین شخص زباندان رو مثال بیاریم یا تشکیل نمودن واخوری با آنهایی که بیشتر علاقه آنها موفقن در این سمت زبانها، واخوری آنها رو در مؤسسه تعلیمی تشکیل کرده، مثل چگونه شفق و رغبت کودکان رو بیدار کردن با اوید با کسب آموزی، اوید با افضلیت زبانهای خارجی، چقدر مثل همه واخوری و ها رو با مؤسسه تعلیمی تشکیل نماییم، اگر شفق و رغبت کودک بیشتر بیدار می شود. سالهای قبلی من پیش نظر بیارم وقتی که مثل یک کس آموزگار میشد به ده میرفت یا یک کس مثل دکتر میشد به ده میرفت، چگونه این مردم به او هوس میکرد. یعنی همه شفق و رغبت آنها بیشتر کودکان نورسان رو جلب میکنه. همین احساسات کودک بیدار نمودن در آموزش انمی زبان ها یکی از واسطه های اساسی شفق و رغبت کودک بیدار نمودن، این یعنی احساسات کودک رو به همون چیز جلب کردن. سلامت باشید. سپاس زیاد برای صحبت صمیمی و مصلحت های مفید. شنوندگان عزیز، یادآور می‌شویم که شما صحبت ما را وابسته به موضوع آموزش زبان‌های خارجی از زینه تحصیلات تا مکتبی آغاز کرده شود شنیدید که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید کرده شد. هم صحبت ما بودند معاون سردار ریاست تأمینات متادی سرریاست معارف شهر دوشنبه اصل‌الدین یاروف. واقعاً برای رقابت‌پذیر بودن ساحه‌های مهم فعالیت دولت در بازار جهانی نقش متخصصان سطح بین المللی پیش از همه دانندگان خوب زبان‌های خارجی مهم میباشد. از این رو نسل نورس ما را لازم است با استفاده از شرایط‌های برایشان مساعد شوق و رغبت خود را به زبان آموزی روانه نمایند و دانندگان خوب زبان‌های خارجی گردند. شنوندگان عزیز، اینجا برنامه میزان اندیشه از رادیوی فرهنگ به انجام میرسد. مؤلف و راوی برنامه با شما بودم زیورشاهی اکتمشاه. شما می توانید برنامه ما را طریق سامانه رسمی رادیوی فرهنگ www.farhangfm.tj و همچنین از صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی یوتیوب و فیسبوک نیز پیگیری نمایید.